سیجان خولوف رهبر شرکت سیبستون 2018 یکی از شرکت‌های بزرگ خانه‌سازی تاجیکستان به رزمنده جوان تاجیک سمندر مرودوف خانه تحفه کرده است. در این باره روز 3 نوامبر سال 2022 در صفحه‌اش در اینستاگرام رجب بیانوف رهبر تالار ورزشی احمد تاجیکستان با نشر 2 عکس و یک ویدیوی کوتاه خبر داد سمندر مرودوف روز 23 اکتبر سال 2022 در شهر ابوظبی امارات متحده عرب در چارچوب مسابقات را به سوی UFC رقیبش جیانس کویرا از برزیل را مغلوب ساخت و سزاوار رویت به لیگ UFC لیگ اعظم معتبر در ورزش MMA گردید. رجب بیانوف با اظهار سپاس به سیجان خولوف و شرکت او نوشت میخواستم در شخص سیجان خولوف با یکی از شرکت‌های پیشقدم خانه‌سازی کشور سیبستان 2018 اظهار سپاس کنم که بی‌طرف نایستاد و با تقدیم کلید خانه نو در یکی از بناهای ساخته شرکت سیبستان از ورزشگر با پشتیبانی کرد. به شرافت چنین نفران وطن دوست به مثل سیجان خولوف که میخواهند سهم خود را در رشد ورزش در کشور ما بگذارند، ورزشگران ما روح بلند میشوند. در ویدیوی کوتاه نشر شده لحظه به سمندر مرودوف سپردن کلید خانه نو ثبت شده است. کانال گولس MMA خبر داد که خانه به سمندر مرودوف تحفه کرده شرکت سیبستان 2018 تقریبا $70,000 ارزش دارد.